همه قدر برسنه که تو فکایی را که میگی عبالله و آیاته و رسوله و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا. من نمیگم که باز مرا کس نگوید. آیات قرآن میگه قد کفرتم بعد ایمان. کافر شدید بعد چی؟ شما یا چیلوسین کندار. میگم واسه 40 ساله شدم میدونم یکم باش نمیدونم که آدم خودش خودش چیلوسین میکنه. میگم واسه 40 ساله شدم میدونم یکم باش نمیدونم که آدم خودش خودش چیلوسین میکنه. چیکار میکنید؟ یا اگر توبه داشته بگیره سریختون میگه. چوف میکنید؟ شما اگر توبه داشته بگیره سریختون میگه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سعی کن اونجا رسول الله صلی الله علیه و شیشته صحیح نه؟ رسول الله صلی الله علیه و شیشته در یک جای و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و شیشتن اونجا صحیح نه؟ یا در اینجا شیشتن رسول الله صلی الله علیه و است، مثلا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، دیگه صحابه مهاجرین انصار. ایش است یک نفر میگه گفته که این قاریای قرآن ببینین. اصحاب رسول الله وقتی که میشیشتن در وقت خلوت و بیکاری هر جایی که میشیشتن قرآن تلاوت میکنن. اونا در زبان عربی ما شما قاری یا نابینا را میگیم یا کسی که حافظ قرآن باشه. در زبان عربی هر کسی قرائت قرآن میکنه او را قاری میگن، قرائت کننده. این نفر میگه آمد سعی کنین این منافقه، در حالی که این منافق خود در لباس صحابه زده، در بین صحابه هست. سعی کنید چی جای بلند رسیدن. پس از این نگردید که فلانی نفر در فلانی جای بود. ابلیس در بین ملائکه خدا زده بود، لکن برآمد. ابلیس در کجا زده بود خدا؟ در بین ملائکه جای. من یک قدر آدم خوب هستم، من یک قدر با تقوا هستم. الله رسوایش کرد در یک امتحان. ابا و استکبر و الله میگه و کان من الکافرین. یک منافق، اصحاب رسول الله شیشته بودن، یک منافق آمد در حالی که خود بین صحابه زده و ما نمیشناسیمش و مسلمان است و کلمه خوانده منافق هم نیست. این در حزل آمده. متوجه هستیم؟ یکی خوب منافقین بودن، خوب اینجا دقیق باشید. یکی خوب منافق است که ظاهرا پیشتر که ما براتون گفتم مثالشه که درباره از 13 آیت در سوره بقره آمده. اینی آیت قرآن ایشان نزول درباره منافق نیست. این درباره کسی است که بالفعل مسلمان است، ایمان داره، هم به الله هم به رسول و هم صحابه هست. حالا شما که سرنوشت یک مسخرگی یک صحابی ره شما که ببینید، میگه به عوف ابن مالک گفت که این قاریان قرآن ببینید که از همه ما نفسانی تر. بر پیغمبر صحابه چی میگه؟ از ما که چی است؟ نفسانی تر است، دروغگوتر و در میدان جنگ از همه ترسوتر هستند. فرض که شکمای کته دارن، نان زیاد میخورن، در میدان جنگ میترسن. چیز نمیم. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه به این شخص گفت که دروغ گفتی، تو منافق هستی، تو منافق هستی. من این سخن تو را میرم به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنم. فهمیدین قصه را؟ فهمیدین؟ این چند نفر صحابه شیشته، یک نفر میخیزه به مسخرگی، به مذاق، به ساتیری. اونجا چند نفر شیشته میگه و قاری ها رو میبینه، اون قاری که قرآن تلاوت میکنه و کی هستن؟
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن، قرآن تلاوت میکنن. میگه یارو میبینه که قرآن تلاوت میکنن، شکمایشون نسای کن، نان زیاد میخورن، ترسو هستن، دروغگو هستن. چطور هستن؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه این برش میگه که او منافق، تو این سخن بر از اینا میگی؟ تو یک سخن از دهان خارج میشم؟ من میرم و پیش رسول الله صلی الله علیه و آله گپ برش خبر میدم. همین راوی چی میگه؟ عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه من دیدم که پیش از اینکه این صحابی پیش رسول الله صلی الله علیه و آله برسه، کی میایه پیش رسول الله صلی الله علیه و آله؟ پیش از اینکه این صحابی پیش رسول الله صلی الله علیه و آله برسه، کی میرسه؟ جبریل امین از آسمان ها پایین میشه و میه و بر رسول الله صلی الله علیه و آله وحی نازل میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایره خوب گوش بگیره، یا آیت قرآنه. ایره گوش بگیره کسانی که سر قرآن، سر دین، سر ثقافت اسلامی، سر مدارس اسلامی، سر مساجد اسلامی، سر علمای اسلامی، سر خطبای اسلامی، سر از اینا این چی میگه؟ رشخند میزنه. یا آیت قرآن گوش بگیره و کسایی که رشخندی رو تایید میکنه یا آیت قرآن گوش بگیره اگر به قرآن ایمان داشته باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جبریل امین پیش از اینکه صحابی برسه پیش از جبریل امین از آسمان پایین میشه، وحی برش میرسانه. چی میگه؟ ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم، و اگر شما از این مردم ها با سوال بکنین، از این انسان هایی که ایگه پا میزنن، فکایی میگن، رشخند میزنن سر الله، سر رسولش، سر ملائکه، سر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سر علمای اسلام، سر مساجد اسلامی، سر مضامین اسلامی، وقتی که سر از چی شد؟ وقتی که سرشان سوال بکنید لا یقولون حتما یا چی میگن؟ انما كنا نخوض و نلعب. ما ساتیری میکردیم، مذاق میکردیم، ما یک تبخوشی میکردیم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بگو برشان. و این آیات چه قسم است؟ میگه امی عبدالله عمر صاحب چی میگه؟ میگه من دیدم، سعی کنین، میگه من به طرف از این منافق دیدم، همین شخصی که میگه پزده بود، به طرف از دیدم که خود به کمربند شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم بند کرده بود. کمربند شتر را که پالانش میپرتن، نه کمرش بسته. میگه از این کمربند شتر رسول الله سر شتر خود سوار است و این کمربند شترش محکم گرفته، از به کمربند شتر رسول الله صلی الله علیه و آویزان نمیده و سنگریزه ها زیر قدمایش بر زمین میخوردن. یعنی رسول الله هم شترش حرکت میکرد، این خود کشال کرده بود، زیر پایش اما تو جغلات دیگه تو کش کرده خود کش میکرد. فهمیدی؟ و چی میگفت؟ میگفت انما كنا نخوض و نلعب. یا رسول الله من خود مذاق میکردم، من خود ساتیری میکردم، زیز نه مرا ببخش. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که قل ابالله. رسول الله چی میگفت؟ ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. بر از این شخص میگن به الله مسخرگی میکنی، به آیات الله مسخرگی میکنی، به رسول الله مسخرگی میکنی صلی الله علیه و سلم، به شعائر اسلام تو مسخرگی و ساتیری میکنی. ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا. عذر نکنی، عذرتان قبول نمیشه. قد کفرتم بعد ایمانکم. بعد از ایمانت کافر شدی. به خاطر چی کافر شد؟ به خاطر استهزاء و مشخرگی. امروز چقدر مردم هستن که فکایی‌هایی رو جور میکنن سر الله، سر رسولش. اینجا میگه آمنت بالله و فکایی‌های یک تندور فلانی از بین میبرد، الله را تشبیه میکنه به همراه یک مخلوق و گپای میزنه که من فکاییش نمیتونم تکرار بکنم. بس از که کافر شده و بس از که فکایی را گفته.
ابالله همه قدر برش میگم که تو فکایی را که میگی ابالله و آیاته و رسوله و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا. من هم میگم که البته مرا کس نگویه. آیت قرآن میگه قد کفرتم بعد ایمانکم. کافر شدین بعد از چی؟ بعد از یعنی این بخصوص منافقین هم نیست، برای کسی است که ایمان داره لکن چی میکنه؟ به مسخرگی و ساتیری و فکایگویی تمسخر در شهر اسلام میکنه. خب لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم.